بار شاه بوکس محمد علی به شهر لندن آمد. روزنامه‌نگاری از او پرسید: شما مسلمانید؟ الحمدلله مسلمانم، جواب داد علی. روزنامه‌نگار باز پرسید: در امریکا بناهای دوگانیک را همدینان شما ترکاندند، شما به این چی میگویید؟ محمد علی چنین پاسخ داد: وحشی‌ترین آدم دنیا گفتن نام برآوردگی گیتلر نماینده دین شما بود کو؟ عیبدار دین شما بود یا گیتلر؟ اکنون شما گوید انسانیت از همین گیتلر بر اینها باید نفرت کند یا از دین شما؟ خواهرم، درست است که همه مسلمان کامل نیست، لیکن اسلام دین کامل است. میگویند اسلام به ذات خود ندارد عیبه، اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست. بله، از مسلمان